سلام بینندگان و هواداران تلویزیون تاجیکستان. برنامه تاجیکستان و جهان است که از تلویزیون تاجیکستان منظوری شما می‌گردد. ما در این برنامه مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تاجیکستان و جهان را بررسی نموده منظوری شما می‌گردانیم. متوجه باشید و سرخط گذاری شو. نگاه بر رشد ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان. تلاش‌های جمهوری تاجیکستان و سازمان‌های منطقوی و بین المللی بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر. تأثیر تغییرآبی اقلیم و نابودی عالم نباتات و حیوانات. دستاوردهای نو در علم کیهانشناسی و جهش تازه در علم و تکنولوژی. اعلان گردیدن سال 2018 با عنوان سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن امکان فراهم نمود که تاجیکستان با این همه امکانیت‌های سیاحی بزرگش بیش از هر وقت دیگر با فضای رسانه‌های جهان ترغیب و تشویق شود. حالا وقت رسیده است که ما همگان در راه احیای سنت‌های باستان، حفظ اصالت قدیم و هنرهای مردمی ملت تاجیک با عقل و ادراک و دانش و خرد تلاش نماییم، زیرا جهان با مرحله پرطوفان جهانی شوی و تهدیدهای فرامنطقوی فرهنگی وارد شده است. صنعت و هنر بخشی از اصالت ملی ما می باشد. ما در دنیای متمدن پرچمبردار تمدن جهانی پایه‌گذاران فرهنگ والای انسانی هستیم. یعنی ما تاجیکان بزرگیم و بزرگ خواهیم ماند. تاجیکستان کشوری بخطر و دارای ظرفیت‌های بزرگ برای استقبال سیاحان در هر کشوری از جهان. در شرایط فعلی اقتصاد بازرگانی در سطح منطقه و جهان، ساحه سیاحی و جهانگردی موقع مخصوص را اشغال نموده در سمت رشد اقتصاد ملی کشورهای جهان نقش مهمی بازد. در این روند جمهوری تاجیکستان با عنوان کشوری دارای امکانیت‌های بزرگ سیاحی و اکوسیستمی نادر می‌تواند به زودی به یکی از دولت‌های مهم قطعه آسیا برای استقبال سیاحان تبدیل گردد. محض به خاطر تحکیم زیربنایی ساحه توریسم و جلب بیشتر سیاحان، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن با نظرداشت اهمیت و ضرورت رشد ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است که این تدبیر در معرفی بیشتر تاجیکستان در عرصه بین المللی نقش بزرگ خواهد گذاشت. تاجیکستان دارای میراث غنی تاریخی و فرهنگی و ذخیره‌های طبیعی بوده. برای جلب تعداد زیادی سیاحان خارجی به کشور اقتداری واقعی دارد. برای جلب سیاحان به کشور ما و معرفی تاریخ قدیمی و فرهنگ بای ملت تاجیک، شروع از پایتخت مملکت شهر دوشنبه تا دیگر منطقه‌های دارای اهمیت سیاحی پیوسته شرایط ضروری مهیا کرده می شود. در این سمت حالا وقت فرا رسیده است که امکانات موجوده ساحه به طور جوابگو به معیارهای بین المللی جهانگردی بررسی گردیده مورد حل و فصل
قرار بگیرد. با عقیده تحلیلگران و کارشناسان در صورت اداره و تنظیم ساحه مذکور، جمهوری تاجیکستان با این همه امکانیت‌های سیاحی استفاده نشده‌اش می‌تواند بزودی به یکی از دولت‌های پیشقدمی سیاحی در منطقه تبدیل گردد. در این روند باید مسئله ترغیب مکان‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان بیش از هر وقت دیگر در فضای اینترنت و وسایل اخبار عامه تشویق بشود و سیاحان در کشورهای گوناگون جهان به کشور ما تشریف آورند. تاجیکستان بهشت آسای ما سرزمین مردم صاحب معرفت و مهمان نواز و کشور میوه‌های شهدبار بوده. از نگاه اقلیم، باد و هوا، منظره‌های طبیعت، کوه‌های آسمانبوس، پریخ‌های عظیم، آب‌های شفابخش، کل‌ها و چشمه‌های آب مصفا، حیوانات و نباتات و عرف و عنعنه‌های مردمی در عالم ناتکرار و مکان بهترین سیر و سیاحت می باشد. زیرا حالا در دنیا بسیار کشورهای مثل کشور آلمان، اسپانیا، فرانسه، کره جنوبی، جمهوری ترکیه، ژاپن، تایلند، شویتزاری و آمریکا از حساب رشد سیاحی سالانه میلیون‌ها دلار آمریکایی فایده می‌بینند. بیشک اعلان سال 2018 با عنوان سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی در راه احیای ساحه سیاحی و جلب سیاحان خارجی به تاجیکستان آباد و آزاد نقش مؤثر خواهد گذاشت. طبق تحلیل کارشناسان مسائل بین المللی سیاحی، جمهوری تاجیکستان امن‌ترین کشور برای استقبال سیاحان بوده. شهر دوشنبه پایتخت مملکت نیز برای خط با امن‌ترین پایتخت‌های جهان برای سیاحت شبانه شامل شده است. در این روند بخشیده به سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی با مقصد رشد ساحه توریسم و جهانگردی و جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای رشد زیربنایی ساحه مذکور، چند پیش در شهر دوشنبه مرکز خدمت‌رسانی نقلیاتی برای سیاحان و مهمانان خارجی بنیاد و افتتاح گشت که این خود یکی از دستاوردهای مهم در راه رشد ساحه سیاحی معنیداد می‌گردد. زیرا خدمت‌رسانی برای سیاحان در این مرکز در چارچوب تجربه‌های بین‌المللی توریستی و جهانگردی راه‌اندازی گردیده. در تمام فصل سال خدمت‌رسانی به همه گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان برای سیاحان و مهمانان خارجی فراهم شده است.